5 تا اصطلاح که باید موقع دعوا تو روسیه بلد باشی. 1. میخوای به یارو بگی همینجا میگامتا، تیکه تیکت میکنم همینجا. میگی؟ Да я тебя выебу. همینجا. 2. طرف داره دروغ میگه، چرت میگه، اصلا داره قضیه رو برعکس تعریف میکنه. میخوای بگی کم گو بخور، چرا چرت میگی، چرا زر میزنی؟ میگی؟ Слышь ты, хуеплет, иди сюда. چه گویی میخوری؟ اینجا ببینم. 3. یه نفر بهت میگه آقا اینجا جمع کن برو، صدای گوشیتو کم کن، اصلا اینجا وای نسا. میخوای بگی به تو چه؟ گو خوریش به تو نیومده، اصلا عشق کردم اینجا وایسم. میگی؟ Отъебись от меня. به تو چه گو خوری آمده؟ 4. یکم بس بالا گرفته، یارو یکی میزنه تو سینت. میخوای بگی دستتو خورد میکنم اما دستتو بکش الدنگ. میگی؟ Я тебя еще въебу. دست خورد میکنم. 5. وسط دعوا زرزر میکنه، میزنمت، میکشمت فلان. میخوای بگی هیچ گویی نمیخوری، هیچ غلطی نمیکنی. میگی؟ Ты сыкливый пиздобол. هیچ گویی نمیخوری ها. اگه میخوای زبان روسی اصولی و اساسی کف خیابانی یاد بگیری، باید با یه استاد روسی تمرین کنی. کلمه دعوا رو کامنت کن، راههای ارتباطی میپره میاد تو دایرکتت. از این بعد خوب دعوا کن.